مدیتیشن سوگواری خاموش، پذیرش اندوه و جدایی. امروز بعد از تماس مادرم و آرامشی که از شنیدن صداش برام هدیه اومد، دلم رفت پیش کسانی که هنوز در انتظار یه تماسن و یا متوجه شدم برای همیشه صدای عزیزی رو از دست دادن. صدای من نشونه این نیست که من همه چی رو میدونم و یه توضیحی دارم براش. این فقط یه همراهی ساده است در اندوهی که مشترکه، حتی اگه داستان همون یکی نباشه. حالا اگه عزیزی از تو دور شده، اگه امیدی به وصالش نداری، یا اگه هنوز نمیدونی چطور با این فقدان به زندگی ادامه بدی، بیا با هم تکرار کنیم که عشق با رفتن جسم از بین نمیره. اون چه رفته راه خودش رو رفته، شاید به وقت خودش، شاید یه قرار روحی بوده، به جایی رفته که امن‌تره، شاید در آغوش کائناته. حالا اینجا ماییم که باید برگردیم به زندگی، برگردیم به همین جسم. اندوه هم هست، اندوه نشانه ضعف ما نیست. اندوه یعنی روان ما، حس ما هنوز زنده است، احساسات ما کار میکنه و ما هنوز توان پیوند قلبی داریم. اگر عشق من و تو مخاطبی نداره، این به معنی پایان عشق نیست. این یعنی عشق داره به خونه اصلی خودش در درون ما باز میگرده. ما قرار نیست امروز یا امشب چیزی رو حل کنیم، فقط در این لحظه با هم ایستاده ایم، در سوگواری خاموش، در احترام، در انسان بودن. نه من تو رو واسه خودم، نه از